اونا نباید داخل این جاده میرفتن. فرض کنید شما یه نویسنده هستید و موضوع این داستان باید یه جاده باشه. که نوشتن یه همچین داستانی خیلی سخت و دشواره، حتی اگر اون داستان در زمان قدیم گرفته شده باشه و یا حتی اون داستان بخواد تبدیل بشه به فیلم یا فیلم نامه. چه داستانی میتونیم بنویسیم که هم هیجان انگیز باشه، هم ترسناک و هم آدمو وحشت زده کنه. بذار فکر کنم، یعنی فکر کنیم. خب نیازی به فکر کردن نداره، چون این داستان در 15 سال پیش نوشته شده و فیلمش هم درست شده. پس بریم یه داستان رو بهتون بگم. سلام برامج، مگه پارسا هستم و از اونجایی که تو ویدیوی قبلیم که اینجور الان میبینید بهتون گل داده بودم که یه ویدیو ترسناک بگیرم، اومدم یه ویدیوی تخیلی یا ترسناک رو بگیرم تا ذهن شما رو مختل کنم. دقیقاً 15 سال پیش، زمانی که من هنوز به دنیا نیامده بودم، این پیج اومد ویدیوهایی منتشر کرد که در آن زمان خیلی بازدید خورده بود و در اون زمان این چند پسر خودشون رو خیلی مشهور کرده بودن و همه درباره‌اش داشتن حرف می‌زدن. « 15 سال پیش این پیج تأسیس شد و ویدیویی منتشر کرد به اسم نه از طریق این جاده که بخوام بهتر ترجمهش کنم میشه جاده بی انتها. و این ویدیو در زمان خودش خیلی خوب بود و 3.5 میلیون بازدید خورده بود، ولی این پیج 4 ویدیو منتشر کرد که همشون به هم ربط دارن و اسم همشون جاده بی انتهای. ما در این ویدیو قراره و تا چه حد میتونید برای جذاب باشه و در آخر همگی با هم به این ویدیوها ترسناک بودنشون نمره میدیم. این ویدیوهایی که این چنل یوتیوب قبلا دقیقاً 15 سال پیش منتشر کرده، دوست دارم این ویدیوها رو به اسمشون نوار بگم. این 4 نواری که این پیج یوتیوب منتشر کرده و دقیقاً زمانهاشون با ترتیب به هم منتشر شده، قرار بهتون بگم که این ویدیوها به هم ربط داره. که برای بچه نوار اول کیفیتش یکم پایینه و بعد فیلم برداری شده، ولی نوارهای دیگه نه تنها کیفیتشون خوبه ولی برای اینکه خیلی بهتر فیلم برداری شده. و اگر نوار اول اذیتتون کرد بسیار عذرخواهی میکنم و خیلی من سعی میکنم که نوار اول رو درست‌تر به شما نشون بدم تا زیاد اذیتتون نکنه. برای بچه یاد داشته باشید که همه چیز رو با نوار اول قضاوت نکنید، چون وقتی که 4 نوار رو ببینید به قشنگی این ویدیوها پی میبرید. پس ما بر روی اولین ویدیو کلیک میکنیم که 15 سال پیش آپلود شده و 3.5 میلیون بازدید خورده و در اول ویدیو متن‌هایی میاد که با دقت بخونید. و لطفاً این موضوعات رو به یاد داشته باشید که 4 پسر 17 ساله ناپدید شدن و پلیس جسد آنها رو در حالی که این فیلم ها در ماشینشون بوده پیدا کردن. I don't know why the f*** we're doing this. Me and Ollie have got work at 8 in the morning, but we're driving about in his car because we're absolute twats. Does that light make a difference? Have you seen it on Mock the Week? Famous last words. Stingrays love foreplay. Oh, they should sit to the Okay, I'm just going to sit this down here because I can't be to keep moving it. Hang on, I'll see if I can. It doesn't actually take many except I can't move to the left. زمان این ویدیو تقریبا 9 دقیقه است و من سعی میکنم جاهای اساسش رو به صورت خلاصه بهتون نشون بدم. Oh, that's no skeleton. Brimhall Farm was in the news. I don't know what it was. I can't remember. Have you ever seen this on? Give me the
so badly. I don't think we should be here. It's like a private road or so. Okay, so I better clutch down and roll backwards. It's nearly 4:30. We need to get home, mate. Wait, no, Ollie, wait. This is traffic. Do you want to just try and turn around this bit? Can we please agree that we don't ever go back to this archway? Okay, agree. این چند پسر پس از رانندگی به یه جاده دو طرفه میرسن که اول اونا تصمیم میگیرن به صورت مستقیم وارد این جاده بشن، ولی با تابلوهای بسیار عجیبی مواجه میشن و از این تونل میترسن و تصمیم میگیرن که دور بزنن و دنده عقب بیان تا اتفاقات بعدی بهشون نیفته. پس دنده عقب میگیرن و به سمت راست جاده میرن و یکی از این پسر از ماشین خارج میشه. Maybe his GPS and his phone stopped working. It's scrambling like fuck. Does it even say what time it is? My phone's just... I'm scared because there are no lights in any direction. Anywhere. right out. Is it really? Yeah, it was right out. I caught a bit of my balls. A rabbit! I caught a rabbit! It's like perfectly preserved as well. It's really weird. Oh, Ollie, don't. Fuck off. Oh, man. Stop it. I'm stroking it. Where's he? Steve! Get back Steve! Drive! What's wrong? What? What's the matter? Drive! Drive! What's the matter? Fucking hell, what's up? Stop joking. Stop being a prick, man. This isn't funny. Oh, there was someone, and he was like wearing some sort of mask. Really want to get home now. درسته، یکی از پسرها از ماشین خارج میشه و بیرون جاده یه فردی رو میبینه که ماسک روی صورتشه و میترسه و وارد ماشین میشه و سریع حرکت میکنه. It's so familiar, isn't it? Have you not got a signal? Look, it's a sign, it's a sign. Okay, slow down. Headings? What is it? Bennington again. Oh. What? Nah, if it was. No. Oh my god. Wait, stop. No. Yeah, no, we just got in a little circle, so Bennington's in the middle. That's all it is. Bennington is to the. We've been going in a straight line. No, we haven't. It's been left. I swear. Absolutely swear. We didn't take any turns. No, it doesn't matter. The road is curved. Relax, man. گیج بودن و مجدد از سمت راست رفتن. Can you stop talking about the Wicker Mountains? We're in the middle of the country. There's going to be pagans running after us. Wait. What sign is this? No, stop. Stop. Not right in the middle. Oh my god. No. Steve, I fell asleep. You've just driven past it again. No, we're not with you. That's horrible. Hazards. Stop Doing the back of my chair. It's so annoying. I'm checking that sign. It cannot be the same. Just go. I don't want to stay here. But, Chris, stop. بار دومین بار بود و به سمت راست رفتن و بعد از کمی طی کردن مسیر به جایی میرسن که این بار پی میبرن اوضاع واقعا غیر عادیه. God, headlights. Oh, Jesus. Hello. I wanted to be a baker, but I couldn't make the dough. Because I've got leather hands. Stevenage. Welcome to Stevenage. Wow. Hey guys. Stevenage. Hey guys. Last. Turn the lights on. What the How did we get here? We were just on the phone. Just reverse, Ollie. Reverse. Go on. What do we do? Just over here. I don't want to see. Fuck's sake. James, just give me the... What are you doing? Turn it back on. It's not me. I can't. Turn the bloody lights on.
خب برای بچه بعد از دیدن نوار اول فهمیدیم که این چند پسر داشتن با ماشینشون گشت میزدن و به یه جاده دو طرفه میرسن. وقتی که تصمیم میگیرن جاده رو مستقیم برن، مستقیم میرن و به یه تونل برخورد میکنن که از اون تونل میترسن و تصمیم میگیرن به عقب برگردند و به سمت راست برن. ولی چیز عجیبیش اینجا هست، اینا هر بار به سمت راست که میرفتن بعد از چند دقیقه طی کردن مسیر دوباره برمیگشتن به همون جای اولشون و این واقعا یه چیز غیر عادیه و این کار 3 بار تکرار شد و این پسرها فهمیدن که این موضوع یه موضوع عادی نیست. بهتون گفتم با فیلم اول داستان رو قضاوت نکنید. این داستان فقط با یه مرد ماسک به سر تمام نمیشه، ولی وقتی بفهمید این پسرها چرا هر بار به سمت راست میرفتن به جای قبلیشون برمیگشتن و این داستان مرد نقابدار این تونل چیه، واقعا شگفت زده میشید. این داستان در نوارهای بعدی بسیار جذابتر و پیچیده‌تر میشه. موضوع اصلی ما اینه که در این ویدیو چه چیزی فهمیدیم. فهمیدیم که چند پسر داشتن گشت میزدن که به این مرد نقابدار خوردن و اینجا هست که میگیم اما یک نکته بسیار عجیبه. این مرد نقابدار هیچ کاری با این پسرها نمیخواد بکنه و قصدش صدمه زدن نیست، ولی اینقدر این پسرها هول شدن و نمیدونستن چیکار کنن که اصلا سر تا پا نمیشناختن. ولی اون چیز جالب اینجاست که هی در ابتدای ویدیو هی به برش میخورد و تصویرهای بسیار تصادفی ما میدیدیم و وقتی فیلم بردار به داخل تونل رفت، مرد نقابدار با ماشین خودشون دنبال اینا اومد و باز هم قصدش صدمه زدن نیست، ولی فیلم بردار با یک مرد عجیب برخورد میکنه و توسط همون فرد کشته میشه. اما بقیه این رفقاش کجا رفتن؟ خب اگه این سوالا دارید باید ویدیوهای بعدی رو نگاه کنید. پس من بیشتر از این کنجکاو بهتون نمیکنم، چون باید پله پله این ویدیوها رو تحلیل کنیم و زیاد منتظرتون نمیذارم و از نوار دوم خارج میشیم و از نوار اول خارج میشیم و برای نوار دوم کلیک میکنیم که یک فرد ناشناس داره رانندگی میکنه که هویتش مشخص نیست. بهتون بگم که این شخص کیست. این شخص یکی از باقی مونده های اون حادثه است که پلیس اونو در حالی که بیهوش یه گوش افتاده بوده پیدا میکنه. You see me get dragged out first before Stephen. I don't know how I got out there. I don't remember anything. Last thing I remember is flagging down that car and then being in hospital. You never spoken to me about this before. Anyone? After I got questioned at the police station. I didn't speak to anybody, not even my parents. I don't have the answers. Next episode of the new series, and it was really clever because there's the doctor obviously, and there's another woman who also time travels, and because they're meeting each other in different time zones all the time. Makes sense? That's tight. Each time they meet each other, they're meeting a slightly different version of the Went back in time to when you got up. Would you see yourself in bed, or would you be waking up again? Well, if you know you've done something, if you know I walked down that street at that time on that day, and you specifically go back in time to see yourself then you will, yeah. Unless you go back in time and then you are living yourself. Do you see the body? Yeah, there's a rabbit. There's a tiny little web.
I'm going to tell you a joke about pencil, but it's been told so many times it's a bit pointless. I know it's frustrating, but we're lost now. We'll find our way. Haven't you noticed where we are? James, what are you doing? Yeah, I use that most of the time. I think it's more precious than gold. Constantly. Yeah, constantly using it, constantly making things out of it. Okay, next right, I'm just going to go down it. Hell! God! Oh. James, got me a turn. I don't like this. You got any signal? No. You got any internet? I ain't got nothing. No Wi-Fi, no 3G. It's dead out here. Get back in the car. I reckon it's a good thing you came back. I just had to pay my respects. Do you think it was worth it? No. Where am I? Where have you been? Alright. Where is it? Don't worry. Where is it? We're in my car. No one's here. Where have you been? I escaped. I went through the bridge. Okay, he's gone. خب بعد از نگاه کردن نوار دوم شاید یه چیزایی متوجه شده باشید که این داستان یه مفهومی رو میخواد به ما بگه، ولی خب من هم فعلا دوست ندارم به شما اینو بگم تا بعد از نگاه کردن نوار سوم و چهارم قشنگ متوجه بشید که این داستان میخواد چه چیزی رو به ما ثابت کنه. توی نوار دوم اول ویدیو فهمیدیم که شخصی که هویتش مشخص نیست میره به این مزرعه و اونجا گل میذاره و پس از طی کردن مسیری و صحبت‌های نامعلوم به یه جاده میخوره که در واقع اگه متوجه شده باشید این جاده همون جاده قبلی که تو نوار اول دیده بودیمش. دارید بهتر بهتون بگم. خب رفقا، نوار دوم کاری کردن که رفیقشون جیمز رو پیدا کنن، ولی حالا که سوال براتون پیش اومده جیمز کیه؟ بله، جیمز همون فیلم برداره که در ابتدای ویدیو وارد تونل شد و ما فکر کردیم مرده، ولی رفقاش اونو در کمال تعجب پیدا کردن و به راه خودشون دارن ادامه میدن. اگه بیاد داشته باشید من گفتم از این حادثه 3 سال میگذره و قسمت جالب میدونید کجاست؟ که این صاحب این چنل ویدیوها رو طبق زمانبندی مناسب آپلود کرده، یعنی اولی 15 سال پیش، دومی 12 سال پیش، سومی و طی این چیزها 3 سال صبر کرده. و چیز جالبی که اینجاست وقتی که اینا رفتن 3 سال بعد جیمز رو پیدا کردن و خونهای جیمز هنوز تازه است و انگار همین 1 ساعت پیش صورتش زخمی شده. نکته گیج کننده داستان همینجاست و در نوارهای بعدی کامل به جواب سوالاتون میرسید، پس صبور باشید. از نوار دوم خارج میشیم و بر روی نوار سوم که 11 سال پیش آپلود شده کلیک میکنیم. کل زمان این ویدیو 2 نیم. Right, we're turning right here. Do you actually think that's going to help? Well, I've got to try something, haven't I? It's fine. I'm going to get home. Oh no! Oh, for God's sake. There's nothing we can do! Nothing works. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
What do we do? Drive. خب بچه ها، بعد از دیدن نوار سوم فهمیدیم که این یه بازی خیلی جالب و پیچیده است که میتونه هم ما رو وحشت زده کنه، هم ما رو به یه چیزایی پی ببره. ما داستان مرد نقابدار رو فهمیدیم. توی نوار سوم دیدیم که یه مردی که همون مردی که توی نوار اول بود جلوی این بچه اومد، باز هم جلوی این بچه اومد. ولی حالا این پسرایی که داشتن رانندگی میکردن کی بودن؟ که داشتن این مکالمات عجیبو میکردن و اون فردی که به ماشین خورد کی بود؟ خب اول میگم اون فردی که به ماشین خورد نگران نباشید، اون خودی اسمش جیمزه و جیمز باقی مانده همون حادثه است که به داخل تونل رفت و ما فکر کردیم مرده. ولی موضوع اصلی جالب این قضیه اینجاست که جیمز صورتش هنوز خونه بود و انگار یه ساعت پیش این خون روی صورتش بود و این خیلی چیز عجیبیه. ولی من الان میخوام مفهوم این قضیه رو به شما بگم. وقتی که این پسرها به داخل تونل رفتن و دوباره عقب میکردن، یعنی به بدترین در واقع مجازات سر اونا اومد. اونا باید یا همون تونل رو به صورت مستقیم میرفتن و یا اون تونل رو به سمت راست میپیچیدن. پس یعنی وقتی وارد اون تونل شدن به زمان آینده رفتن و وقتی برگشتن در واقع اون مکانی که اون جاده دو طرفه بود میشد زمان حال و وقتی که به سمت راست میرفتن زمان گذشته خودشونو میدیدن و پس مدتی رانندگی باز به زمان حال میرسیدن و باز میگفتن که باز بپیچیم راست و شاید به شهرمون برسیم. بهتر بگم شاید متوجه نشده باشید. ما در ابتدای ویدیو فهمیدیم چند پسر با ماشین در حال رانندگی در یک جاده ناشناخته و ممنوعه بودند که بعد از کمی رانندگی به یک تونل میرسند که تا سر تونل تابلوهای ورود ممنوع بود و ظاهرا این تونل یه داستان خاصی داشت که این چند پسر نمیدونستن این داستان چیه. اگه دقت کرده باشید در ویدیوی اول با ماشین وارد ابتدای تونل شدن و سپس دور زدند و برگشتن که همین باعث شد وارد یه بازی بسیار پیچیده بشن. اما چه بازی؟ وقتی که اونها وارد تونل شدن، اون تونل یه تونل عادی نبود و قدرت این رو داشت که شما رو در زمان سفر بده و وقتی اونها دوباره برگشتن و به سمت راست رفتن پس از طی کردن کمی رانندگی باز برمیگشتن و حالت اصلیشون و ما اول ویدیو فکر میکردیم که این یه دونه کلکه و ابتدا و انتهای این جاده به هم وصله و دارن ما رو گول میزنن، ولی در واقع این یه داستان دیگه است و موضوع این داستان کاملا متفاوته. وقتی که این پسرها به همون جای میرسیدن جاده دو طرفه بود، زمان حال بود و وقتی به راست میرفتن وارد زمان گذشته و وقتی گذشته میرفتن پس از طی مدت زمانی باز میومدن به زمان حال و زمان حال خودشون رو میدیدن. اما جاده آینده جاده مستقیمه که در انتهای اون تونل و وقتی اون پسرها وارد تونل شدن خواستن یه اتفاقی براشون افتاد که نخواستن به ما نشون بدن که در آخر ویدیو ما رو شگفت زده کنن. ولی وقتی که به مرد نقابدار زدن مستقیم تلپورت شدن به زمان آینده و اگه به هم میخواید بگید که تو چجوری این فهمیدی به این مکالمات گوش کن. In different time zones all the time. Makes sense. That's tight. Each time they meet each other, they're meeting a slightly different version of the. اما نکته بسیار جالبتر میدونید کجاست؟ مربوط به قسمت جیمز هستش که رفقاش اونو پیدا کردن و از این قضیه 3 سال گذشته بود. وقتی رفقاش اونو پیدا کردن صورت جیمز هنوز خونهای تازه داشت و این کاملا تئوری منو تایید میکنه. جیمز در ابتدای ویدیو یا همون نوار اول به داخل تونل رفت و با شخص ناشناسی درگیر شد و همونجا نابود. ولی پسری که بعد از 3 سال اومد باز به سمت حال رفته بود و زنده موند و 3 سال بعد باز وارد اون بازی شد و رفیقش جیمز رو پیدا کرد. و این یعنی که جیمز از آینده به حال و پسر که نجات پیدا کرد بود از حال به آینده سفر کرد. اما نکته اینجاست
مرد نقابدار کلید این سفر در زبانه و اون به کسی آسیب نمیزنه و فقط دوست داره که همه به آینده برن و وقتی اونها به مرد نقابدار ضربه زدن مستقیم تلپورت شدن به زمان آینده و اون میخواست که اینها رو قربانی کنه. یک نفر به آینده یا همون جیمز و این پسر به حال رفت و مرد نقابدار فقط تونست جیمز رو بگیره، ولی بقیه قربانی ها فرار کردن و بعد از اون مرد نقابدار دید که دوباره اینها وارد این بازی شدن و اونها رو مستقیم به تونل آینده فرستاد. پس یعنی جیمز رو از آینده فرستاد تا بقیه رو به آینده بکشه و اونها رو هم قربانی کنه، ولی در نوار چهارم و در نوار آخر همه چیز آشکار خواهد شد. پس از نوار سوم در میاییم و بر روی نوار چهارم که 7 دقیقه و 33 ثانیه زمانشه کلیک میکنیم و این رو میذارم که خودتون ببینید. You got a bit of blood on you. It's alright, I don't think it's my blood. I don't know where it came from. Just walk back. I can tell by now, that's not gonna help. Look. It doesn't actually take, man, except I can't move still. Just wait for it. سر از خونه خارج میشن و اطراف خونه پرسه میزنن و صدای فریاد چند نفر از دور دست میشنون و Guys, what is that? What is that? Who is it? I don't know. What is it? اشخاصی که بیرون تونل داشتن فریاد میزدن خودشون بودن در گذشته و اینها الان در آینده هستن و داشتن خود گذشتهشون رو تماشا میکردن و وای چی شد؟ هنوز داستان تموم نشده. پسری کنار جیمز یه ماسک برداشت و روی صورتش زد تا هویتش فاش نشه و فرار کرد و جیمز و فیلمبردار تنها موندن. I got this from the shack. Why? So he doesn't recognize me. Stephen, what are you doing? Stephen!
تمام. ولی چه اتفاقی افتاد؟ خب رفقا، نوار چهارم همه چیز رو واسه ما آشکار میکنه. اگر هنوز متوجه این ویدیو نشدید، ابتدای ویدیو تا آخر ویدیو با دقت نگاه کنید. در ابتدای ویدیو ما میخوام یه جمع‌بندی میکنم از اول تا آخر این نوار چهارم که بفهمیم تا الان چه اتفاقاتی افتاد. نوار اول چند روز داشتن با هم توی جاده بیرون از شهر میچرخیدن که به یه جاده دو طرفه برخورد کردن که از همون لحظه که وقتی رفتن داخل تونل و برگشتن یه بازی بسیار هیجان انگیز و ترسناک و یه داستانی که ذهن آدم مختل میکنه به وجود اومد. اون پسرها تصمیم گرفتن به سمت راست تونل راست برن و از تونل ترسیدن که تابلوهای خیلی ترسناکی روی اون بود. وقتی به سمت راست رفتن، پس از 3 بار طی کردن مسیر رسیدن به جای اصلیشون و هی میترسیدن. وقتی که رسیدن سوختشون تموم شد و سیگنال نداشتن و جی پی اسشون هم کار نمیکرد. بعد چراغاشون خاموش شد، هی چراغ میدادن و یهو یک مرد نگهبان جلوی اونها ظاهر شد. ما فهمیدیم مرد نگهبان هیچ کاری با این پسرها نداشت و فقط میخواست از مزرعه خودش محافظت کنه. در واقع باید بگم از پورتال زمانی خودش محافظت کنه. بچه‌ها خیلی ترسیدن و جیغ و داد میکردن که مرد نقابدار سعی کرد اونا رو به یه روشی همشون رو قربانی کنه و ولشون کنه. پس مرد نقابدار از پشت ماشین اومد و ضربه‌ای به پشت ماشین زد. و همه پسرایی که داخل ماشین بودن، در واقع 3 پسر داخل ماشین، تصمیم گرفتن از ماشین خارج بشن و فرار کنن. یکی از پسرها به داخل تونل رفت که به مردی برخورد کرد که در واقع خود گذشتش بود، یعنی جیمز خود آیندهش بود. آینده و گذشته این پسر با هم درگیر شدن و دوربین رو به پسر گذشته زدن و ما فکر کردیم اون پسر مرده. ولی ما میخوایم نوار دوم رو بررسی کنیم. به نوار چهارم ربطی نداره. یه نفر به آینده، یک نفر از سمت راست یا همون گذشته رفت که همونجا مرد و یک نفر به حال اومد که بیهوش شد و پس از 3 سال دوباره رفت به جایی که دوستانش مرده بودن و هیچ چیزی یادش نمیومد و خیلی طبیعی اونجا یه گل گذاشت و سوار ماشین شد. اگر شما از من میخواید بپرسید که مهیار تو از کجا فهمیدی این بازی زمانه و از کجا فهمیدی که این مرد نقابدار چه اقداماتی میخواد انجام بده، ولی من در پاسخ به شما میخوام بگویم که وقتی توی نوار دوم داشتن این پسرها توی ماشین موقع گروه حرکت میکردن، یه مکالمات عجیبی در مورد زبان بینشون بود که داشت به ما ثابت میکرد که موضوع و ژانر این فیلم در مورد چه چیزی. بعد تو نوار سوم موضوعات دیگری واسه ما آشکار شد. پسری که از آینده، در واقع پسری که ما فکر کردیم دوربین به سرش خورده و مرده، برگشت و پیش دوستانش اومد. ولی این موضوع که خون بود خیلی عجیب بود که تو نوار قبلی توضیحش رو دادم. حالا ما اینا رو کار نداریم. این 3 پسر داشتن به راه ادامه میدادن که باز با اون جاده 2 طرفه مزخرف آشنا شدن و این بار به راست پیچیدن و دوباره با اون جاده آشنا شدن. حالا به جلوتر رفتن و مرد نقابدار نقشش خیلی خوب تا اینجا پیش رفته بود و تونست اون 3 نفر که در واقع فیلمبردار، جیمز و اون فردی که در حال بیهوش شده بود رو پیدا کنه. وقتی که اینها خواستن به اون مرد نقابدار ضربه بزنن، در واقع به آینده و یا همون تونل سفر کردن و جایی که حتی ما دیدیم اینها به خونه رفتن و اونجا نقاب‌هایی پیدا کردن که قطعاً این نقاب‌ها رو مرد نقابدار گذاشته بود تا اینها رو اذیت کنه و بتونه همه اینا رو قربانی کنه. اما تو نقشه اول مرد نقابدار هیچکس، فقط 1 نفر رو تونست بکشه
و بقیه قربانی ها فرار کردن. پس مرد نقابدار تصمیم گرفت همه رو تو پورتال آینده بیاره که انگار پورتال آینده برای مرد نقابدار سوده و هیچ ضرری نداره و تونست اونها رو تو پورتال آینده به هم برسونه، همه با هم دعوا کنن و اونها بمیرن. مهیار پارسا هستم، ایران قویه. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار. اگر شما برداشت دیگری از این نوارها دارید توی کامنت ها بگید و حتما باید نمره تصدیق این ویدیوها رو تو کامنت ها بهم بگید. لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.